امام ترمذی رحمت الله علیه روایت میکنه عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده. عمرو بن شعیب از پدرش از پدرکلانش روایت میکنه که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود خیر الدعاء دعاء یوم عرفه، بهترین دعا دعای روز عرفه هست. و خیر ما قلت انا و النبیون من قبل، و بهترین آنچه که ما و پیغمبران قبل از من گفتن لا اله الا الله، لا اله نیست هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت شوه و قانونش اطاعت شوه الا الله، بغیر از الله متعال وحده و یگانگی، لا شریک له که هیچ کسی را در عبادت و اطاعت از شریعت و قانونش شریک نسازی. له الملک، و برای از او مالکیت آسمان ها و زمین و تمام مخلوقات است. و له الحمد، و تمامی ثنا و صفت نامهای نیک و صفات عالی مخصوص اوست. و هو علی کل شیء قدیر، و او بر همه چیز قدرتمند است. و شیخ البانی میگه که این حدیث حدیث حسن است.